می شود. لیکن حرکت کنید که چند قدر البته نماز در وقت خودش ادا کنید. در وقت خودش خواندن البته ثواب دارد. حتی فقهای ما و شما میگوید والعصر ما لم یتغیر، عصر همین قدر بر وقت خوانید که حتی شعله های تیز آفتاب چشم های شما را میزدگی باشد. یعنی این قدر بر وقت عصر باید که خوانده شود. اقلا امروز 3:30 یا 4 آخر وقت خوانیم، انشاءالله خیلی ثواب زیاده در نماز عصر ما و شما بهره میگیریم. السلام علیکم پیشوای ما، من یکی از مخلصان شما می باشم. من یک سوال دارم، نیم ساعت به نماز عصر ماندن نماز پیشین را خواندن درست است یا نه؟ یا اینکه نیم ساعت به نماز شام ماندن نماز عصر را خواندن درست است یا که نه؟ التماس با من ساده کرده فهمونید. درست است الحال چگونه که جواب گفتیم. یک سوال دیگر، در وقت نمازهای قضایی اذان میدهی یا که نیت میکنی و بعد اذان خفتن میکنی؟ چه خیلی است به ما فهمونید میبخشید. یعنی در وقت نمازهای قضایی اذان گفتن آمدگی هست. ما و شما وقت نماز قضایی را که خواهیم که خوانیم اذان میگوییم. اگر با شرطی که ما و شما اراده کنیم که من 3 قضا یا 4 نماز قضا یا 5 نماز قضاهای پیشینه را میخوانم، این حالت در یک اذان گویید، دیگرش در قامت هم که گویین کفایت میکنه. یا اگر همه اونها را به قامت هم که به قامت گفتن هم که خوانین، البته اجازت است، درست است. یعنی در هر کدام او اذان دادن این شرط نیست. و بعد نماز خفتن گفتن ممکن. یعنی نماز قضا را هر حالت در خواندن گیرین جایز است. فقط همون حالت آفتاب برآمدن یا قیام یا آفتاب نشستن، این 3 حالت حالتهای مکروهی نماز است که در این 3 حالت اگر ما و شما نماز خوانیم با کراهیت صحیح می شود. از این خاطر دیگر در غیر این اگر بین عصر و شام هم که باشد شما می توانید که نمازهای قضایی تان خواندن گیرین باکی ندارد. این در مسئله های شریف هم آمدگی هست. از آن جمله در شرح الوقایه در کتاب صلاتم این موضوع گفتگی هست. السلام علیکم اکای حاجی میرزا، از شما تنی صحت، عمر دراز، علمی بسیار از خدای تعالی طلبگارم. من از شما خواهش دارم که سوال مرا جواب دهید. بروک از پول دزدی آمدگی آن را پوشیدن نماز خواندن جایز است یا نه؟ میخواهم درست‌تر فهمانید. وقال رسول الله صلی الله علیه و سلم من اشترى ثوبا ب10 دراهم و فی ثمنه درهم حرام لم يقبل الله صلاته ما دام علیه. پیغمبر خدا گفتند، یعنی این برادر سوال میدهد که اگر بروکی که ما و شما داریم، شین یا کرته یا جامه در بدن من هست، لیکن این از پول دزدی هست، از پول حرام است، آیا نماز با این گونه لباس ها صحیح می شود یا صحیح نمی شود؟ اولا باور کنید آدم ایماندار لباس دزدی را وقتی در بدن خود می پوشد و خودش را چگونه تصور می کرده باشد؟ نخواد آدم مسلمان مال یک برادری را که با طریق دزدی از او گرفته است و در بدن خود پوشد و با این لباس دزدی خودش را خوش حس کند. آدم مسلمان دزد نمی شود. مسلمان که شد باید که وای دزد نباشد. مسلمان که شد باید وای حرامخور نباشد. از حرامهای پروردگار باید که دوری جوید، باید دور باشد. این آدم مسلمان میگویم. این حدیثی که الحال به شما خواندم حبیب خدا گفتند کسی که اگر یک لباس میخرد با 10 درهم باشد و 1 درهم همین از حرام باشد، تا زمانی که این لباس در بدن اوست پروردگار نماز او را قبول نمیگرداند. لباسی که دزدی باشد، لباسی که از پول حرام باشد، پیغمبر خدا گفتند تو عبادتی که به سوی خدا میکنی این عبادتی تو در بالای سر تو زده می شود.
تا زمانی که لباس تو از مال دزدی باشد. هیچگاه ممکن نیست، جایز نیست که در بدن ما و شما از لباسهای دزدی باشد، از لباسهایی که از پول حرام آمده باشد ما و شما با او عبادت کنیم. زمانی که میدانیم که همین لباس از حرام است، این زمان اگر شما عبادت کنید، عبادتان در نزد خدا قدر و قیمت ندارد. چگونه انسانی که حرام خور است، حرام پوش است، حرام رفتار است، اون عبادت در نزد خدا قدر ندارد. انشاءالله من جمعه آینده در این باب حدیث های خیلی زیادی هست، من به سمع شما میرسانم. تو ای صوفی که در بر میکنی دلق، کنه والاحتیاط از پاکی حلق. اگر حلقی کسی آلوده باشد، چگونه در معرفت پالوده باشد. اگر شخصی را که حلقی او آلوده از حرام است، بدنی که از لباس حرام پوشیده است، وای کدام زمان مولوی میگوید که وای خدا شناس به حساب میرود؟ وای خدا شناس نیست. سگی که در پلیدی میکند رو، نگر هر لقمه را میکند بو. او مثال حضرت یک مثال آوردن که آخی این سگ است که هر گونه لقمه را بوی کشیدن میگیرد، خواه لقمه حرام است، خواه لقمه حلال است، خواه لقمه شبه انگیز است، برای او فرقی ندارد. تو که مسلمان هستی، تو را خداوند از حرام و از حلال خبر دادگی هست، این حلال است، این حرام است. باید مسلمان اینها را جدا کند. چرا تو بی توقف میزنی دست، دهن چون ماهی اندازی به هر شست. بخور قوتی که در معده شود آش، مخور آنی که رسوایی شود فاش. حضرت میگوید قوت خور، نان خور، لباس بپوش، که یقین دان که روز قیامت این خوردگی های تو در بین مردم اعلان می شود. اونجا رسواگی تو، اونجا عزت داشتنی تو همش آشکار می شود. تو کی هستی؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اکای حاجی مرزا، از برادر شما 2 سوال است. از آن در بالای سر کودک موافق مسئله چخیل است؟ آیا پدر خودش از آن را گوید چخیل می شود؟ درست است؟ البته به البته. خوش به حال همون پدری که در گوش فرزند خودش از آن می گوید. خوش به حال همون فرزندی که، همون پدری که فرزندش را خودش تعلیم می دهد. خوش به حال همون پدری که وقتی این فرزند از دنیا گذشت وای با دست خودش وای می شوید. خوش به حال همون پدری که این فرزند از دنیا که گذشت خودش برده در لحد میگذارد. خوش به حال این پدر که امروز بعضی سوسته ها و بعضی گویم سخنهای بیهوده‌ای که از زبان مادرها و زنها صدا میدهد که وقتی فرزند ما و شما میگذرد پدر را نمیگذارند که قبرستان رود. برای چی؟ برای که باز مریش زیاد میشود. این ضعیف ایمانی ما و شما را نشان میدهد. مردن و نمردن همش این به تقدیر است، این به قضا است، این به حکم پروردگار است. تا اگر در خانه باقی مانی فرزند دیگری تو نمیمرد و میمرد وایشم. از این خاطر وقتی فرزند به دنیا که آمد مرحله ها دارد. یکم مرحله همین است که ما میشنویم که یک برادر ما صاحب فرزند شد. اولین سنت همین است که باید تبریک کنیم. ما و شما می رویم تبریک میکنیم، مبارک شود این نعمتی که خدا بر تو داد، و دست برداریم میگویم خدای مهربان این فرزند مجاهد راه اسلام بگرداند، این خدمتگار راه اسلام بگرداند، خدا عمر نیکو نصیبش گرداند. گفته این دعا اولین سنتی که از ما و شما باید که به وقوع آید انا همین است. یکم تبریکات، دوم از آن کودک که از به دنیا آمد در حال در نزد گوش او ما و شما از آن میگوییم. دیگر این تحنیک است، یعنی در کامک همان کودک مالیدن عسل یا مالیدن شیره خرما که برای پیستان مادر شگیرد
عزیزان ما و شما میگوید همین عمل را یک عالم، یک آدم پرهیزکار انجام دهد، اولین لقمه‌ای که در معده کودک میرود آب دهان او که باشد خصلت‌های نیک همون انسان خداوند به این طفل میدهد. دیگر چی گفتن پیغمبر؟ دیگر گفتن تراشیدن موی سر. موی سرش تا 7 روزگی الکی می تراشیم، موافق وزن همون موی سری که چند گرمی که می آید باید که طلا ما و شما صدقه کنیم. اگر شاید 1 گرم هم نیاید، شاید 1.5 گرم هم که بیاید، میپرسیم طلا چند است؟ شاید 30 سامان باشد، شاید 40 سامان باشد، اون مقدار در راه خدا خیر میکنیم. و آخران این عقیقه هست. اگر بچه باشد 2 گوسفند، دختر باشد 1 گوسفند ما و شما ذبح میکنیم. اگر خواهیم خام تلاش میکنیم، اگر خواهیم مردم نان میدهیم، یک پیشوامون آورده در اونجا موعظه میکنند. این سنت هایی هست که بعد آمدن این نعمت به دنیا، این فرزند ما و شما باید که انجام دهیم. این در ذمه هر یک پدر شرط است، قرض است. اگر نکردیم ما و شما گناهکار میشویم. دوم، بامداد را قضا خواندن ممکن است، البته اگر ما و شما خواب زدیم، سحر میخیزیم که آفتاب برآمد، بامداد قضا شد، این حالت هم سنت و هم فرض هر دوش ما و شما میخوانیم. نماز سر آفتاب چخیل میخوانند؟ نماز سر آفتاب این اصلا نماز اشراق میگویند که وقتی که آفتاب که برآمد، حبیب خدا را عادتش همین بود که بامداد میخواندن، از جای همون مبارک دیگر نمیخیستند تا برآمدن آفتاب به ذکر مشغول میشدند. آفتاب که با پررگی که می برآمد میخیستند 2 رکعت نماز میخواندند. این نماز سر آفتاب میگویند. حتی حدیث های پیغمبر میگوید کسی که نماز سر آفتاب میخواند خدا به او ثواب 1 عمره و 1 حج کتابت میکند. کسی که اگر وقتهاش باشد، اگر از مسجد نابرآمده خوانین باز خوبتر، لیکن اگر از پی کارتان باشین، در یگان کارم مشغولم که شوین، آفتاب که برآمد این 2 رکعت نماز نافله است، اگر خوانین انشاءالله این ثواب شما برخوردار میشه. السلام علیکم ایشان حاجی مرزا، خداوند باز عزت شما را بلند گرداند و همین منبری که نشستید نصیب شما باشد و سخن حق از زبان شما صدا دهد. یکم، آیا دیگ را بعد مردن سفید کنید میگن 3 روز بعد چی معنا دارد؟ دوم، قصه خواندم که خداوند با عبدالله پدر جابیر به پرده سخن گفته باشد، آیا حقیقت دارد؟ یکم، دیگ را سفید کردن بعد مردن 3 روز بعد چی معنا دارد؟ اینا از اسلام نیستند. دیگ را سفید کردن چگونه ای که تا 3 روز از اسلام ما و شما هست که خاندار مرده، یعنی مرده‌دار باید که در دیگش چیزی پخته نکنه، باید همسایه ها برای این خاندان خوراک تهیه کنند و این خاندان را از غذا باید تأمین کنند. بعد 3 روز الکی این خاندار، یعنی همون مرده‌دار، حق دارد که الکی یعنی دیگی خودش را در حرکت درآورد، یعنی طعامهاشون خودشان پختن گیرد. لیکن دیگ را سفید کردن اینا از اسلام ما نیست و این ضرورت هم ندارد. این هم باز یک در اسرافیات می درآید، در همون اسراف ها داخل می شود. من وقتی اسراف می گویم شما هزل نفهمید، این اسراف بسیار مشکل سخن است. وقتی من اسراف می گویم در این سخن ما جوابگر می شویم. جوابگر به معنایی که اگر همین سخن من صحیح نباشد، اگر همین سخن من نادرست باشد، من در نزد پروردگار جوابگر می شوم. زیرا این المبذرین کانوا اخوان الشیاطین است و کان شیطان لربه کفورا. کسی اسرافکار است و برادر شیطان است و یقین دانین خداوند میگوید که شیطان در نزد من کافر است، شما رفیق کافر هستید. یعنی در ما و شما عادت است که روزی 3 الکی شیر برنج میگویم ما و شما
که در دیگ می اندازند و مردم باز دعوت میکنند، اونها میخورند، بعد این دیگ بر اهل خاندان حلال میشود. بسیار عقیده غلط است. بینید، یعنی رفتن پدر من مادر من الکی دیگ مرا خاندان مرا حرام میگردانیده است. تا اگر من شیر برنج نکنم، تا اگر این دیگ من سفید نکنم، این دیگ برای من حرام بوده است. این خودش سخن منطقاً خودش غلط است، بسیار نادرست است. اگر شخصی که نداشته باشد ما و شما را شیر برنج کند، ما و شما را دعوت کند، برای او انسان این دیگ ابدی حرام میمانده است. اینا غلط هستند. اختیارتان، کسی دارد شرایط دارد میکند نمیکند به وی وابستگی دارد. من هیچ دلیلی ندارم که شما را گویم که البته کنید. من برای شما فقط اینقدر توصیه میدهم که شرایطت باشد برای روحانیت پدر و مادرت خیر احسان کن. من در خیر احسان زید نیستم. در هر یک ورق قرآن، در هر یک سخنهای پروردگار و پیغمبر صدقات آمدگی هست. خیر احسان کسی مانع شده نمیتواند، لیکن برای شخصی که اگر شرایطش باشد، برای شخصی که دستش میرسد، برای این انسان خیر احسان جایز است. برای آدمی که نداشته باشد، پیغمبر خدا میگوید کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت. این قدر گناه برای شما کفایت کننده است که از حق فرزندها مردم شما سیر کنید. کفا بالمرء اثما، این حدیث صحیح است، در ریاض الصالحین است، در باب نفقه است. کفا بالمرء اثما، اسم گفته گناه را میگویند. برای شما ای مردم مسلمان از روی گناه بسنده است. چی بسنده است؟ ان یضیع من یقوت، ضایع کنین آن مقدار خوراکی را که برای فرزندهای شما جدا کردگی بود. این شما حق فرزندتان اگر رحم ناکرده به مردم که تقسیم کردید، شرایط نداشتید، مردم خورانیدید، سیر کردید، این برای شما از روی گناه بس است. این حدیث پیغمبرتون هست. و دوم که این برادر ذکر کردن که عبدالله پدر جابر بی پرده با پروردگار صحبت کرده باشد، این قصه را من خواندگی هستم. یکی از کتاب‌های انیس المؤمنین گفتگی که خیلی حکایه های خوب و صحیح در این کتاب جمع شدگی هست. میگوید بار عبدالله ابن جابر، عبدالله پدر جابر در غزوه احد دعا کرده بود است. وقتی به شهادت رسید، وقتی از دنیا که گذشت، رسول خدا جابر فرزند عبدالله را فریاد زد، گفت ای جابر، گفت من یک بشارت نیک برای تو خبر دهم. جابر گفتن جانم فدای تو باد ای پیغمبر، بشارت های تو بالای چشم من چی بشارت است؟ میگوید گفت هیچ کس را موفق نشد که با پروردگار بی پرده سخن گوید مگر پدر تو را عبدالله را، که پدر تو عبدالله بی پرده با پروردگار صحبت کرده. گفت چگونه ای حبیب خدا؟ گفت پدر تو پیش از آنی که در جنگ احد رود دعا کرد که پروردگارا مرا در این جنگ به شهادت برسان، بعد به شهادت رسانیدن باز مرا دوباره زنده گردان تا که آمده بین این مردم خبر دهم که پروردگار بسیار نعمتهای عجیب داشته است، بسیار نعمتهای گوناگون داشته است و عبدالله را از این نعمتهاش برخوردار کردند. حبیب خدا چی گفتند؟ آیتی را از قرآن خواندند که خداوند در قرآن گفته بود است که وقتی شما از دنیا گذشتید دیگر دویم باره به سوی این دنیا بازگشت نداره. میگوید پروردگار این سخن را به عبدالله گفت و گفت عبدالله این سخن برای تو هم تأثیر دارد. و میگوید عبدالله گفت پس چگونه به مردم اعلان کنیم که عبدالله به این نعمتها سزاوار شد؟ خداوند گفته بود است عبدالله من در بین همه مردم اعلان میکنم که عبدالله وارد جنت شد. یعنی این سخن خداوند با حبیبش خبر داد که عبدالله بعد به شهادت رسیدن در احد وارد جنت شد، که پیغمبر خدا در بین همه صحابه ها این حکایه را نقل کرده.
السلام اکای حاجی میرزا، من یک مخلص دائمی شما. یک گروه آدمان میگویند که اگر غسل کنی برای نماز طهارت ناکرده با همان غسل کرده نماز خوانی رواست. آیا این درست است یا نادرست؟ غسل وقتی ما و شما آبازی میکنیم، همین آبازی ما و شما کفایت کننده هست که اگر طهارت هم که نکنیم الله که خودش طهارت واقع شده است. یعنی همین آبازی که ما و شما کردیم خودش از طهارت هم واقع می شود. در دوام همین آبازی ما و شما دست ها شستیم، پای ها شستیم، سر روی شستیم، الله که خودش طهارت واقع شد. دیگر بعد این آبازی طهارت دویم باره حاجت نیست، لازم نیست. السلام علیکم اکای حاجی میرزا، یک سوال دارم. درباره علی شیر خدا با همه ما نقل میکردی. انشاءالله من بعد موضوع خمر، عرق، یک موضوع دیگه داریم به نام کبر، که آدمایی که تکبر هستند، کبر میکنند، اینها را چگونه هست در شریعت. بعد او خدا خواسته باشد درباره این چهاریار ما برای شما حکایه میکنم که ابوبکر کی بود، حضرت عمر کی بود، حضرت عثمان و علی کی بود. انشاءالله من برای شما خبر میدیم. و این علی شیر خدا گفته این کنیت حضرت علی هست که حبیب خدا را اسدالله میگفتند. اسد گفته عرب ها، شیر میگویند، یعنی شیر خدا گفته این کنیت حضرت علی بودند. و حبیب خدا گفتند ای علی، گفتند خداوند به تو 3 چیز را خاصه دادگی هست که به کسی دادگی نیست. گفتند چی هست ای حبیب خدا؟ گفتند یکم با دستور پروردگار من دختر خودم را فاطمه را در نکاح تو در آوردم. و دوم چیزی که من خداوند برای تو داده است این فاطمه سردار رئیس همه زنها در بهشت است. و دویم نعمتی که خاصه تو را دادگی هست پروردگار این امام حسن و امام حسین است که این رئیس جوانهای در جنت است. و سوم چیزی که خداوند بر تو داد این دامادی تو بر من است که من سید اولین و آخرین هستم، که این فقط برای تو موفق است. از این دیگر بزرگتر چیزی بلندتر نیست گفتند. انشاءالله من حیات و زنده و سلامت باشیم این مسئله را برای شما میگویم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من 2 سوال دارم، میخواهم از زبان شیرین شما جواب گیرم. قضایی خواندن فرض است یا سنت؟ التماس خود همین روز جواب گردانید. دوم، در وقت نماز در پیش جای نماز چوب مانده گذاشتن چی معنا دارد؟ خدا یارتان با. نماز قضایی را خواندن نزد مذهب ابو حنیفه این واجب است. یعنی ما و شما هم قضایی هایی که از ما و شما بود نخواندیم، زمان هایی که شاید غفلت بود، بی پروایی بود، سختگیری ها بود، ترکشان که کردیم، باید در گردن هر کدام ما و شما واجب است که باید این ما و شما ادا کنیم. و دوم سوالی که کردن در پیش، یعنی فقهای ما و شما میگویند این ستره هست که وقتی نماز میخوانیم ما و شما به قدر ذراعین میگوید صاحب مختصر، یعنی از 50 سانتی متر کمتر نباشد. و غلظ اصبعین با همین نر انگشتی که ما میگوییم با این با مقدار همین غوصتر باشد، باریک نباشد. تغرض حذاء احد حاجبی. و همین چگونه میگوید میگذاری؟ یعنی نزدیک میگذاری که از بینش کسی گذشته نتواند. و دیگر این که یا در طرف راست یا در طرف چپ، یعنی در مابین یکی از این ابروانی که داره ما و شما از این گذاشته شود میگوید. انا این از قاعده همون ستره. یعنی ما و شما وقتی اون بعضی ما و شما جاروب میمانند، تیاقهاشان میمانند، اینا از ستره حساب نه. کسی گذرد اگر گناهگار میشود، باید راست باشد، خواباندگی نباشد. خواباندگی، البته در خواباندگی شما گناهگار میشوید.
می توانید شما کرسی مانید، می توانید شما بالشت ها را اگر تل کرده مانید، پرده باشد پرده ها هم ستره می شوند، دیوال باشد دیوال هم ستره می شود، لیکن خواباندگی نباشد که اینها از ستره حساب نمی شوند، شما و گذرانده گناهگار می شوید. السلام علیکم داملای عزیز و گرامی، داملای محترم، چند روز بعد سفر حاجیان سر می شود. از پیش یا پس اون نان کردن آیا در دین اسلام چی خبر آمده است؟ هر جایی که باشد، چه حاجیان می آیند چی می روند، حبیب خدا برای همه ما و شما گفتند ایتو دعوت اذا دعیتم، هر جایی که شما را دعوت کردن روین، جایی که دعوت تا نکردن قبول نکنید. برای آمدن حاجیان این در ما و شما علاقه هست، وجود دارد که آمدن برابر یک طبق نان میکنن، ما و شما را فریاد میزنن. همان روز که رفتیم نانشون که خوردیم، دعاشون که گرفتیم، دیگر دوم باره و سوم باره حاجی آمده است گفته دیگر اطراف خانه همون را اشغال کنیم، اینش علاقه بیناموسی میشود. لازم نیست. رفتیم دعاشا گرفتیم، نانشا خوردیم، بس به همون دیگر خانه را ترکش کنیم. زیارتش در مسجد کردن میگیریم، مسجد که آمد همینجا زیارت کرده و هر روز دعاشا گرفتن میگیریم. السلام علیکم داملای عزیز، من یکی از مخلصان شما از شهر دوشنبه هستم. التماس با سوالهای من جواب گردونید. 2-3 نفر دوست من نماز میخوانند ولی بعد خفتن عرق مینوشند. من با آنها میگویم که این کار شما نادرست است، التماس با این مسئله جواب درست دهید. انشاءالله من جمعه آینده در باب این عرق نوش ها برای شما خبر میدهم. ان الله طیب لا یقبل الا طیبه، پروردگار شما پاک است، فقط عمل از پاکان قبول میکنه، از غیر پاکان عملشون قبول نمیکنه. خداوند در قرآن میگه قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، مؤمن ها نجات یافتند. کدام مؤمن ها؟ همون مؤمن هایی که در نماز خاشع باشند، شکست دل باشند، این یک تضرع داشته باشند. وقتی وای عرق نوشید وای در نماز خاشعش گم می شود. دوم، بعد کشیدن ناس دست رو میکنن، آیا این درست است؟ التماس من در نماز اشتراک دارم، انتظار جوابم. بعد کشیدن ناس یا بعد کشیدن سیگارت، اینها در ما و شما در البته طهارت دست رو میکنیم و مردم ما و شما هم به خود دلیل ها دارند در این باب که حرام بودن ناس و سیگارت. امروز کتاب های آمدگی هست که از کتاب های معاصر از حاضر زمان است، از طرف شیخ های عرب در دست من هست که با چندین دلیل ها حرام بودن این اثبات کردن. از این خاطر مادامی که به این حرام کرده که وقتی دست میزنن طهارت کردنش نیکو گفتن، خوب گفتن. از این خاطر خوب است که اگر بعد ناس یا سیگارت کسایی که مثال استفاده میبرند طهارت کرده بعد نماز خوانند. لیکن باور کنین من حیرت میمانم که باز میگویم آدم مسلمان باید پاکیزه باشد. این ناس از ما و شما نیست. آخر کنی شما یگان حدیثی آرین که آیا پیغمبری خدا از اینا استفاده میبرد؟ آیا یگان عزیزان ما و شما صاحب 4 مذهب کدام دوستی خدا ناس کش بود یا سیگارت کش بود؟ اینا از مردم مسلمان نیستند. وقتی دهانهای شما بوی میکند، بدنهای شما بوی میکند، ملائکه ها آزار میابند. این حدیث پیغمبری خداست. از این استفاده نبرین. ای بس شرمم هست، گناهگارم میشوید. اینم از اسراف است. پولهاتان در راه نادرست صرف میشود، هیچ فایده ندارد، نه فایده دنیوی و نه فایده اخروی، هیچ فایده ندارد. سلام ای دوستی خدا حاجی میرزا، از شما خواهش و التماس میکنم که با این سوال من روشنی اندازید. گرفتن زن کلان از مرد روا است و گوید که تا چند سال کلان بودن زن از مرد روا است، فقط با نکاح حلالی.
با احترام یکی از مخلصان 5 وقته نماز شما، اختیار به شما است. پیغمبر خدا 25 سال از خودشان کلا نگرفتند، 15 سال. خودشان حبیب خدا 25 ساله بودن، حضرت خدیجه 40 ساله بود. 15 سال از خودشان کلان زن نکاح کرده گرفتند. این به طبیعت شما وابسته است. اگر 20 سال کلان هم که باشد، برای تو موافق باشد و فرزنددار باشد و آرزوی تو، مقصد تو برای نگاه کردن فرزند او باشد، یا این زن بیراهه نشود، گفته اگر نکاح کرده گیری، خوش به حال، درست است، صحیح است. در اسلام حد ندارد که تا چند ساله را گرفتن درست، تا چند ساله را گرفتن نادرست. تا چند ساله را که طبیعت تو میکشد، دست تو میرسد، مقصد تو نیک باشد، برای تو درست گرفتن دیگه. السلام علیکم داملای شیرین بیان و شیرین سخن. یک سوال دارم، یا گویم یک شکایت دارم، این را شرح دهید. من در بازار کار میکنم، سوداگر شده. برادرم نیز سوداگر است، لیکن شرایط خیلی خوب دارد. حتی خانه هایی دارد که مردم اجاره می نشینند. من که دادر وی هستم، در شهر اجاره می نشینم. با او گفتم یک خانه را بر من ده، آهسته آهسته پولش را می گردانم. وی رد کرد. با این خیل برادر چگونه معامله کنم؟ حال آنکه مخلص کسیته های شما هست و دائم گوش می کرد، از روی اسلام گوید که آیا این برادر من هست یا نه. پیغمبر خدا می گوید، این حدیث متفق علیه است، همه راویان حدیث در این اتفاق دارند، که حضرت انس می گوید لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخی ما یحب لنفسه. حبیب خدا چی سخنی بهترینی گفتند. ایمان ندارد یکی از شما تا آن زمانی که برای خود آن چیزی را که دوست می دارد برای برادرش دوست ندارد. ایمان ندارد، گفت پیغمبر خدا، آن برادر و آن رفیق و آن همنشینی که از شما هست، تا زمانی که آن چیزی را که برای خودش دوست می دارد برای تو دوست ندارد. اگر آن برادر برای خودش خانه های زیبا را دوست دارد و برای برادرش دوست ندارد، اگر اون برادر برای خودش نماز را دوست دارد برای برادرش دوست ندارد، آن برادر اگر شرایط خوب در خاندانش برپا کردن را دوست دارد برای مردم دوست ندارد، و آن پیشواهایی که فقط برای بهتر کردن احوال خودشان کوشش کنن و لیکن به مردم دلسوزی نداشته باشند، اینها را حبیب خدا گفت ایمان ندارن. اینها گفت اگر ایمان می داشت و آن چیزی را که برای خودش محبوب بود برای برادرش محبوب می گردانید. این علامت بی ایمانی است. این گوش کردن کسیت دیگر است، ایمان داشتن دیگر چیز است. انسان باید مسلمان اصیل باشد. مسلمان می شوی، مسلمان اصیل شو، مسلمان راستین شو، مسلمان درویه نشو. حضرت یوسف علیه السلام پیغمبر بودند. قومش بر او گفت ای یوسف، خدا تو را مددگار باشد، برای چی اینقدر تو روزدار هستی؟ آخر این انبارها پر از طعام است، بهترین شربتها در انبارهای تو هست، در خاندان تو یافت می شود. این انبارها و این خاندان تو پر از گندم است، صندوقها پر از طلا و پر از مال دنیاست، چرا تو اینقدر روزدار میگردی؟ حضرت چی جواب گفتند؟ کاش که این جواب امروز برادرای مسلمان ما و شما گویند. کاش که این سخنی که حضرت یوسف گفتند از زبان ما و شما صادر شود. حضرت گفتند اگر من دائم اگر سیر گردم از حال گرسنگان فراموش میکنم، اگر من دائم سیر گردم
اگر از تمام این نعمت‌هایی که خدا برای من روزی کرده است استفاده برم، این حالت در چنان مغرور میشوم که از حال گرسنگان فراموش میکنم. امروز این حالت بالای همه ما و شما آمد. حالت خودمان خوب میکنیم، پروای برادر ما نداریم. این حالت وقتی در کدام ما و شما پیدا شد، یقین دان که ایمان تو ایمان ضعیف است، ایمان تو ایمان کامل نیست. بسیار جای حسرت است که امروز ما و شما دلسوزی نداریم. یک برادر ما و شما اگر در عراق باشد، اگر در سعودی باشد، اگر در کدام گوشه دنیا باشد، وقتی خبر شنیدید که حال اونها مشکل است، زندگیشان وزنین است، زیر بانبهای این جهود بدبخت دارد، باید شما غمگین باشین. این اون برادر ماست. اگر این حالت شما را غمگین نسازد، شما با دلتان گذرانید که تا حال ایمان شما کامل نشده است. باید ما غمخوار باشیم. خدا رحمت کنه حضرت عمر یادم آمد، در زمانش قحطی آمد، گرسنگی آمد. حضرت عمر خلیفه مسلمان ها، پریزیدنت همون زمان، خیلی دنیای کلان در دستش بود. وقتی حالت مسلمان ها که وزین آمد، هر خانه که سر پیش میکرد دید که مردم طعام های با لذت که ندارد، اولین ضربه که بر جان خود زد چی بود؟ پختن خوراک های روغنی را در خانهش قطع کرد. گفت در خانه من دیگر نبینم که خوراکی روغنی دار پخته شود. اولین ضربه که حضرت به جان خودش زد. دوم چیکار کرد؟ دوم از گوشت خوردن پیشی دهان خودش را بسته کرد. حتی شریکانش میگفت که از شکم عمر صدا می برآمد، از روده های مبارک صدا می برآمد و به جانب شکم میگشت و میگفت تا زمانی که اگر فرزندهای مسلمان از طعام سیراب نشوند، اگر صدای تو ای روده ها مدینه را پشکی کند، برای تو خوردن گوشت و شوربا حرام است. این سخن حضرت عمر بود، سردار همه مسلمان ها، سردار ما و شما. برای این خاطر من به این برادر چی میگویم؟ اگر خواهد که اینما المؤمنون اخوة شعار او باشد، باید که رحم در برادر خودش کند. وای وقتی که به دادری که از یک پدر و مادر رحم ندارد، وای به همسایه از کجا رحم میکند؟ این الله که سنگدلی این برادر را نشان میدهد. این زر و نعمت از سر همه ما و شما سبیل میماند، همه اینا باقی میماند. خدا رحمت کند. حضرت سعدی را میگوید زر و نعمت اکنون بیده کانی توست. امروز این کلیدهای گنجینه و خزینه که در بر داری، امروز اون کلیدها همه که سردار او تو هستی، اینا را کشاده کو به مردم تقسیم کن. زر و نعمت اکنون بیده کانی توست، که بعد از تو بیرون زی فرمانی توست. وقتی تو مردی این کلیدها را دیگر کسا صاحب بشوند، این صندوقها را دیگر نفر کشاده میکند. به دنیا توانی عقبا خری، میتوانی ای انسان مالدار میگوید میتوانی که جنت خری، با این دنیا میتوانی که جنت خری. یعنی اگر تو خیر احسان کنی، اگر تو رحم و انصاف تا اگر به کار بری، تو آخرت خریدگی هستی. به دنیا توانی عقبا خری، بخر جان عزیز ورنه حسرت خوری. خر میگه جان عزیز. من بسیار یک موسیقی تجربه داری هست و میگوید من از تو در عالم است و من از تو در خوبتر میفهمم. بعدا حسرت میخوری، فایدت نمیکنه. هر کی جمع کرد و گوشه بینهاد، خودش مرد و زنش با دیگری داد. میمری میرای. این خانه ها با مردهای دیگر می آیند. در اون خانه ها با دادرای زنت میشینند، دادر تو اجاره میگردند.
السلام علیکم داملای عزیز. اگر مرده بالغ را با کودک یک جای جنازه کنی درست است؟ اگر مرده بالغ با کودک ها یک جای جنازه کنی درست است؟ اگر مرده که بالغ است، یعنی یک مرد مرد 40 ساله 50 ساله، در برابرش باید طفل دیگر آوردن، سال نو تولد شده است یا 1 ساله است یا 2 ساله است. اگر شما خواهید که هر اینها را یک جنازه کنین، اجازت میدهد شریعت، جایز است. مرد کلان از پیش خودت می ایستد و طفل از بری او، از پایانتری او می ایستد، این از پهلو از قسم بالا می ایستد، جایز است. اگر تنها اگر خواهین که جنازه کنین، این بهتر است گفتن. آیا آدمی به بالغ را 3-4 نفر را یک جایه چی؟ اینم درست است. اگر 3-4 آدمی که به بالغ رسیدن، یعنی از 12 بالا هن، اگر همه شما یک جنازه هم که خوانیم، اینم جایز می شود. لیکن تنهاش بهتر گفتن، لیکن معنی را ندارد که یک جای خواندن اینها نادرست باشد. درست است. کسی غیبت کند برادرش را، نیکیهایش را خدا میگیرد و نابود میکند. آیا این راست است؟ راست است البته. کسی اگر یک برادرش غیبت میکند، خداوند نیکیهای او را میگیرد. امام حسین ابن علی، بچه حضرت علی، امام حسین میگوید یک کس خبرش آورد که فلان همسایت را در فلان معرکه غیبت کرد. امام حسین چگونه رفتار کرد؟ میگوید در یک طبق پر از خرما کرد و خاندان این مردی که او را غیبت کرده بود همونجا رفت، در روایه میگوید زد. وقتی کشا دید حسین، گفت ای نبیره پیغمبری خدا، خوش آمدی، مرحمت. این گفت نه، گفت من خانه تو نمی درایم مگر من شنیدم که تو امروز آن مقدار حسناتی که داشتی همش را مرا دادی، من هم در عوض این نیکی تو به تو نیکی میکنم، این طبق خرما را قبول کن. اگر چنده که نیکی من نسبت نیکی تو خیلی کم است. یعنی کسی که اگر کسی را غیبت میکند، یقین داند که خداوند حسنات او را، نیکی های او را میگیرد، در نامه اعمال اون شخصی را که غیبت داشت در نامه اعمال او میپرتاید و بدی های او را گرفته در نامه اعمال این غیبت کننده میپرتاید. از این در بهترین توفه است. خوش به حال ما که امروز میشنویم در فلان جا غیبت ما کردن، خوش به حال ما. غیبت کنین، این حال ما خوب می شود، نیکی های ما زیاد می شود. در اینجا چند برادرات میارن، من نمیخوانم اونها را. داملای عزیز، جمع پیغمبران چند تا هستند و چند تای او در قرآن هست. التماس نامهایشان را تکرار کن تا که ما از کسیته ها نوشته گیریم. و حضرت موسی سخن خدا را میشنید با گوشهایش، یا چگونه سخنرانی هایش بود. خداوند در سوره نساء، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و رسولا قد قصصناهم علیک من قبل و رسولا لم نقصصهم علیک و کلم الله موسی تکلیما. خداوند در این سوره نساء برای پیغمبری خدا حکایه کرد که ای محمد صلی الله علیه و سلم، بعضی از پیغمبرها را من برای تو قصه کردم و بعضی از پیغمبرهای دیگر را در قرآن نامشان یاد نکردم. یک حدیث خیلی طولانی در تفسیر ابن کثیر است که ابوذر روایت میکند، میگوید از پیغمبر پرسیدم از اول دنیا تا آخر دنیا چند پیغمبر آمد؟ حبیب خدا گفتند 124,000. گفتم چند تا این رسول بود؟ گفت 313 تا این رسول بود. این گونه روایت هم آمده است. لیکن در قرآن 25 تا او 25 پیغمبر نامشان ذکر شده است و خلاص. باقی اونها را خدا گفت ای محمد من برای تو قصه نکردم. من از تفسیر ابن کثیر نامه های اینها را نویساندم، میخواهم گوش اندازین. حضرت آدم، حضرت ادریس، حضرت نوح، حضرت حود، حضرت صالح، حضرت ابراهیم، حضرت لوط، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت ایوب، حضرت شعیب، حضرت موسی، حضرت هارون، حضرت یونس، حضرت داوود،
حضرت سلیمان، حضرت الیاس، حضرت یسع، حضرت زکریا، حضرت یحیی، حضرت عیسی، ذوالکفل و حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. انا این 25 پیغمبری که نام گرفتم اینها در قرآن آمدن. دیگر این 124,000 پیغمبری که پیغمبر ما با ابوذر جواب گفت، باقی اینها را خدا گفت من برای تو محمد صلی الله علیه و سلم قصه نکردم. السلام علیکم داملای شیرین سخن. ما از شما یک سوال داریم که یک گروه مخلصان شما جوابش را با پررگی میگردانیدید. التماس سوال ما همین است که در درون حمام غسل نماز جمعه را میکنی و با تنه لوچ طهارت کردن ممکن است یا نه؟ خواهش مرا رد نکنید. التماس بین ما جنگ شد، به داد ما برس. یعنی در حمام وقتی شما رفته آبازی میکنید شما گناهگار میشوید. یقین دانید که شما از ثواب جمعه محروم شدید. وقتی اگر شما یک جایه در حمام رفتید، حبیب خدا گفتن زمانی میشود که مردها دیوس میشوند. گفت چی گونه؟ گفت زنهای اونها در حمام غسل میکنند. این حدیث های صحیح پیغمبرند. در حمام یک جایه وقتی که شما آبازی میکنید ترک فرض میکنید، یعنی از زیر ناف تا زیر زانو که فرض است اینا که شما نمیپوشانید و اگر شما هم پوشانید و دیگرها که نمیپوشانند، این حالت ده همه شما گناهگار هستید. اگر در همون حمام ها اگر شما تنها اگر غسل کنید جایز است، همون نامرهایی که ما و شما میگیم اگر در اونها رفته غسل کنید جایز. لیکن در بین مردم با تنه لوچ وقتی شما غسل میکنید این هم بی حیایی است، این هم بی شرمی هست، این هم البته گویم یک بی ناموسی هست که شما ترک فرض کرده ایستاده اید. از این خاطر غسل با تنه لوچ می شود. وقتی ما و شما غسل که کردیم این حالت همون از طهارت ما و شما واقع می شود. لیکن کاری کنه در حمام ها اگر یک جای همگی باشد و با تنه لوچ نروید شما گناهگار میشد. تنها باشد اجازت است. این فرمان شریعت است. من به شما حواله میکنم، اختیار دارید. السلام علیکم اکای حاجی میرزا. میگویند که در روز عید خواهید رمضان خواهید قربان باشد 100 دانه تخم دهی حساب یک چاروا ذبح کردگی می شود. آیا این درست است یا نه؟ این نادرست است. اگر 100 نه 1000 تخم که دهی برابر ذبح گوسفند برابر نمی شود. او ذبح دیگر چیز است. او خبر است با نص قرآنی است، با احادیث های پیغمبر خدا هست. با دادن تخم چاروا هیچگاه البته ذبحش ده شما ثوابش ده شریک نمی شوید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اکای حاجی میرزا، با این سوال من جواب گردانید که حتما ضرور است. همه زنها میگویند که در روز سه شنبه یا اینکه روز پنجشنبه بعد نصف روزی میگویند بگاهی جمعه میدراید. پوشاک شستن یعنی لباس شستن، سر و تن را شستن اوبال است. آیا این درست است یا نه؟ خواهش میکنم حتما سوال مرا جواب گردید. منم از شما خواهش میکنم که بس کنید زنک ها را گوش کردن. چگونه ای که از ما خواهش میکنین من از شما خواهش دارم که زنها را کم گوش کنین. هیچ مادر اپا و خواهر شما مدرسه ختم نکرده است. هیچ کدام اونها علم ندارن، همه اینا جاهل هستند. من در همین مردم زندگی میکنیم. من نمیدانم زنهای ما چند قدر علم دارن. از شما خواهش اگر مرد باشید برادر باشید همون عالم هاتون گوش کنید. بس کنید مامم گفت، بابام گفت، اکم گفت، فلانی گفت. اینا دلیل شرعی نمی شوند. اگر کدام انسانی را شما اگر مثالم که آرین اگر ما تا در کتاب نبینیم سخن او رد از قبول نیست. امروز الحمدلله در پیش ما کتاب است. امور خداوند خط داده است، سواد داده است. دیگر ما احتیاج به هیچ مادر و اپا و دیگر شما نداریم. برای همین شما هم اونها را گوش ناندازین. اینا همه دروغ هستند.
چه روز سه شنبه میشویی، چه روز جمعه میشویی، چه روز چهارشنبه. همه روز برای ما و شما لباس شستن، تازه گشتن، پاکیزه گشتن سنت است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اکای حاجی میرزا، پیش از همه به شما عمر دراز و تنی صحت و دل بیغم را آرزو دارم. اکای حاجی میرزا، شما بگویید که در فصل زمستان مسجد محله ما خنک است. ما در همسایگی مسجد اقامتی میکنیم و من باشم از زبان شیرین شما شنیدم که اگر کسی در همسایگی مسجد میشیند و در مسجد نماز نمیخواند، نماز او حتی نماز نیست. در زمستان هم مسجد رفته نماز خوانیم یا در خانه. من حالا باشد نمازهایم را هر روز در مسجد میخوانم. التماس خواهش میکنم که سؤال مرا پر جواب گردانید. خوش به حال همو برادرهایی که چی در تابستان و چی در زمستان در مسجد رفته نماز میخوانند. البته کسی که نماز در همسایگی مسجد است و نمازش در خانهش میخواند، این نماز قبول نمی. پیغمبر خدا لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، این حدیث صحیح است. نیست نماز از برای آن کسی که اگر در همسایگی مسجد زندگی کند و در خانه نماز خواند. زمستان، تابستان، همه حالت در گردن ما نماز با جماعت سنت مؤکده هست. باید که ما و شما ترکش نکنیم. اگر ترک کردیم ما و شما گناهگار میشویم. این گناهگاری هم کاری هزل نیست، کاری آسان نیست. همه مسجد امروز خنک است. السلام علیکم داملای محترم. یک برادر اسلامی 7 پاره قرآن را ختم کرده، با پاره 8 شروع کرده است. امیدوار یک کف دعای شماست. التماس در همین جمعه در حقش یک دعای خیر کنید. با احترام برادر اسلامی شما از ناحیه مؤمن آباد. خدای مهربان باز هم علم لدون و ذهن ذکی، علم نافع، علم با عمل و حفظ مکمل خدای مهربان با این بنده خود نصیب بگردانی و به تمام آن میخواندگی هایی که دارد عمل کردن در خدا موفقش بگردانی. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم داملای شیرین زمان. من میخواستم از شما بفهمم که آدم های هستن که میگوین که خدا زده باشو او راه زده نه. باز میگوین که در پشتش کدام اوراحی بود است که او با فلان بلا گرفتار نشد. من با آنها میگویم که شما نادرست میگویید. شما چی میگویید؟ در آخر در حق شما یک فکر کنید. میگویم که در ما و شما که خدا زده باشه او راه زده نباشه. وقتی انسان خدا زد دیگر ارواح او را مددگار میشود. نقطون یک همین سخن گوش اندازید. از همه مشکل ترین خدا زدن است. وقتی خدا کی زد از دست ارواح چی می آید؟ این مثل همون سخنهای ما و شما که از جامون میخیزیم یا علی شعری خدا گفته مثل شیعه هاواری. ولی بسیاری از ما و شما این عادت داریم از جامون که خیزیم یا علی شعری خدا مدد کن. این کفر است، این شرک است. از جات که میخیزی یا الله مینشینی یا الله پیرا مدد کن. پیرها مدد کردن نمیتونند. خدا مدد کن. اینا هست. باید این کلمه ها باید از زبان ما و شما دور شود. این هم به منزله امین است. پیرها مدد ما میکنند. اگر ما و شما نزدشان رویم تعلیم گیریم، تفسیر قرآن خوانیم، تفسیر احادیث ها خوانیم، مدد از همین خودش یاردم کردن از ثواب میگیرند. لیکن از اونها مدد طلب کردن ما حق نداریم. اگر خواجه شود از بنده راضی، به او یار است استقبال ماضی. شود ای بنده گر مولا به آزار، همه در هر دو عالم از تو بیزار. اگر خدا از تو ناراضی شد، اگر خدا که تو را زد، دیگر دنیا و قیامت در تو هیچ دوست برای خودت یافته نمیتانی. حضرت گفتن همین مسئله را هم خیلی با دقت باشین. علی شعری خدا گفته از جا خیستن، از حضرت علی مدد طلب کردن یا
یا باهودین بلاگردان، اینا که از ما نیست برادرای عزیز، اینا از اسلام نیستند. خیستین الله گفته از جاتون خیزین، نشستین الله گفته. هر کاری را که شروع میکنین به نام الله گفته شروع کنین، انشاءالله برکت میابین. استاد عزیز، همین 4 مصرع خطی که من نوشتم اگر در درآمدگاه مسجد می نوشتید از ما تبرکانه خوب میشد. بسم الله.